سلام و خوش آمدید به یکی از ویدیوهای جدید. یک قانون در کشور فرانسه آمده که صاحب خانه یا مثلا شما اگر در کم زندگی میکنید، کمپ شما اگر اسپاده باشه یا کوالیا یا هودا، شما را مثلا اگر جواب رد گرفته باشین از سندیا، چون کسایی که جواب رد از سندیا میگیرن معمولا یک ماه بعد از خانه یا از کمپ بیرون میکنن. ولی این قانون که در سال 2025 آمد است که شما مثلا شما را کم حق نداره یا صاحب خانه ایتان حق نداره که از اول نوامبر تا 31 مارچ را اخراج کنه. و این قانون هم به خاطر اینه که به دلیل سردی هوا، به خاطر زمستان شما را حق نداره که اخراج کنه. و کسایی که مثلا در خانه اشلیم زندگی میکنه یا در خانه کرایه دارن و کرایه خانه خود پرداخت نمیتونه، در طول این مدت صاحب خانه یا سوسیال حق نداره که از خانه بر کنه به خاطر سردی هوا. ولی شما دیگه مثلا استفاده نادرست از این قانون نکنین و با خبر باشین که در این مدتی که شما هستین کرایه را پرداخت نمیتونین، کرایه بالای شما حساب میشه و هر وقت که شما توان پرداخت کرایه را داشتین، در این چند ماهی که بدون کرایه زندگی میکردین در اون خانه، باید کرایه خانه را پرداخت کنین. و ماجرایی که مثلا از این قانون خبر نداشتن، حالا با خبر شدن که در کمپی که هستین یا خانه ای که زندگی میکنین از طرف سوسیال داده به شما، از اول نوامبر تا 31 مارچ را شما بیرون شدن نمیتونین و سوسیال یا کم حق نداره که شما را بیرون کنه به خاطر سردی هوا. و این قانون که از هر ساله به وجود میاد، مثلا هر ساله وجود داره دیگه که شروع قانون از اول نوامبر تا 31 مارچ است. پس حالا مطلع شدی